ADHD اختصار کلمه اختلال کمبود توجه یا بیش‌فعالی. کودکان مبتلا به ADHD نمی‌توانند برای مدت زمان خاص بی حرکت بمانند و روی صندلی‌های خود بیقرار می‌شوند. در بزرگسالان آنها کسانی هستند که از یک پروژه کاری به پروژه دیگر می‌پرند و هنگامی که در یک موضوع متمرکز می‌شوند ممکن است آنها را برای چندین شب بی‌خواب بگذارد. علائم ممکن است از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد، اما یک نکته مهم وجود دارد که باید به خاطر بسپارید. ADHD اختلالی است که بر نحوه عملکرد مغز تاثیر می‌گذارد. اگر در تلاش برای یافتن راهی برای کمک به افراد مبتلا به ADHD هستید یا خود با آن سر کله می‌زنید، زمان آن فرا رسیده است که درک عمیق‌تری از مفهوم بیش‌فعالی به دست آورید. مغز شما یک مدیرعامل دارد. ADHD شامل موارد زیادی است: تکانهای عصبی، مشکل در برنامه‌ریزی و انجام کارها یا بیقراری. برای مدت طولانی مردم به اشتباه تصور می‌کردند که این علائم ربطی به تربیت یا نقص‌های شخصیتی دارد. به دلیل این باور آنها افراد مبتلا به ADHD را به دلیل اینکه مانند دیگران نیستند تحت استرس زیادی قرار می‌دادند. اگر هر یک از این علائم را نشان دادید، نگران نباشید. شما تنبل یا معیوب نیستید. این فقط نحوه کار مغز شماست. همچنین دانشمندان ثابت کردند که اگر یکی از والدین شما آن را داشته باشد، این احتمال وجود دارد که آن را به شما منتقل کند. حدود 10% از کودکان و 5% از بزرگسالان در ایالات متحده مبتلا به ADHD هستند. تعداد افراد مبتلا به این اختلال بیشتر از آنچه تصور می‌کنید وجود دارد. بیشتر آنها تمام زندگی خود را ناآگاه می‌گذرانند، علائم خود را پنهان می‌کنند یا با دنیای اطراف خود سازگار می‌شوند. دانشمندان ادعا می‌کنند که 90% از بزرگسالان مبتلا به بیش‌فعالی از اختلال خود آگاه نیستند تا زمانی که به طور تصادفی به اطلاعاتی در مورد آن در اینترنت یا منابع دیگر برخورد کنند. در اینجا علائم را در 4 گروه تقسیم بندی می‌کنیم. 1. زنان و دختران. چون همیشه انتظارات خاصی از دختران و زنان در جامعه وجود دارد، مثل اینکه همیشه مرتب و به موقع باشند یا زیاد حرف نزنند، افرادی که علائم بیش‌فعالی دارند سعی می‌کنند به خاطر برچسب بد نخوردن علائم را پنهان کنند. 2. افراد بسیار باهوش. افراد باهوش در پنهان کردن علائم خود یا پرت کردن حواس خودشان با چیزهای دیگر تبحر دارند. آنها ممکن است در بزرگسالی زمانی که مجبور به انجام وظایف دانشگاهی و شغلی می‌شوند از علائم خود آگاه تر شوند. 3. اقوام و اقلیت‌ها. در بسیاری از اقوام اغلب به دلیل نژاد پرستی و تعصبات علائم نادیده گرفته می‌شوند. اگر فردی از یک گروه علائم را نشان دهد، بسیاری تصور می‌کنند که این به دلیل تربیت ضعیف است. 4. کودکان خردسال. بسیاری از والدین فکر می‌کنند که بیش‌فعالی و رویا پردازی ویژگی‌های معمولی کودکان هستند و هر گونه نگرانی را نادیده می‌گیرند. گاهی اوقات زندگی آنقدر دشوار می‌شود که احساس کنید که دنیا در حال فروپاشی است. ممکن است بترسید که رئیستان شما را به دلیل رعایت نکردن دستورات اخراج کند. شاید احساس شرمندگی کنید که فراموش کردید با بهترین دوست خود تماس بگیرید. اما این فقط باعث می شود که شما به اضطراب بیشتری دچار شوید. ADHD پایان جهان نیست. پس بهتر است که وسواس نداشته باشید و سعی کنید دیدگاه خود را در مورد آن تغییر دهید. در اینجا 4 ایده مثبت مطرح می شود. به اشتباهی که به دلیل بیش‌فعالی یا رویا پردازی خود مرتکب شده اید فکر کنید. آیا اینقدر بد بود؟ دیگران احتمالاً روز بعد آن را فراموش کردند و شما هم باید همینطور باشید. به یاد داشته باشید این فقط شما نیستید. میلیون ها نفر مبتلا به ADHD وجود دارند که ممکن است افکار و شکست های مشابه شما را تجربه کنند. این را زمانی که احساس تنهایی می کنید به خاطر بسپارید. ADHD یک دارایی بزرگ است. اگر یاد بگیرید که چگونه با آن کار کنید، می توانید نقص‌ها را به نقاط قوت تغییر دهید. بهتر است از زاویه دیگری به این موضوع نگاه کنیم.
کودکان بیش فعال دارای انرژی و تحرک وصف ناپذیری هستند. هر موضوعی توجه آنها را به خود جلب می کند. راه حل‌های خلاقانه و گاهی همراه با خطر را انجام می دهند. غالباً ریسک پذیر هستند و ترسی از رسیدن به اهداف خود ندارند و این موجب خلق فرصت‌های بهینه و استثنایی برایشان می شود. این موضوع می تواند منجر به انتخاب شغل و علایق منحصر به فرد متناسب با ویژگی‌های فرد شود. کودکان بیش فعال از هیچ خطری نمی ترسند و می توانند در آینده شغل‌های مانند آتش نشانی، رانندگی و حتی رشته‌های ورزشی پرخطر را انتخاب کنند. این کودکان پر انرژی هستند، بنابراین والدین آگاه آنها را به فضای ورزشی هدایت می کنند. افراد مبتلا به ADHD از همه چیز به سرعت خسته می شوند و دوست دارند در مقابل چیزهای جدید کشف کنند. گیر افتادن در یک زندگی روزمره برای افراد مبتلا به ADHD یک کابوس است. بنابراین آنها سعی می کنند از منطقه راحتی خود خارج شوند و چیزهای هیجان انگیزتری را امتحان کنند. در اینجا 10 راه عملی برای کنترل ADHD برای شما آورده شده تا کیفیت زندگی خود را به بهترین وجه افزایش دهید. 1. از برچسب‌هایی برای یادآوری‌های قابل دیدن در اطراف خانه یا محیط کار استفاده کنید. 2. از برنامه‌هایی در گوشی خود استفاده کنید که در زمانهای کار یا مطالعه شما سایر برنامه‌ها را قفل می‌کند که حواستان پرت نشود. 3. محیط زندگی و کاری منظم و مرتبی را برای کاهش استرس و اضطراب داشته باشید. 4. یک قانون 2 دقیقه اجرا کنید، یعنی اگر چیزی کمتر از 2 دقیقه طول می کشد فوراً آن را انجام دهید. 5. از چیزهای رنگی برای سازمان دادن به وسایل خود استفاده کنید. 6. رقص، ورزش یا پیاده روی 15 دقیقه‌ای با آهنگ مورد علاقه خود تمرکز شما را بالا میبرد. 7. روی بهداشت خواب خوب تمرکز کنید، یعنی در زمان مشخص بخوابید و 1 ساعت قبل از تماشای صفحه گوشی یا تلویزیون خودداری کنید. 8. با مردم ارتباط برقرار کنید. خود را با یک تیم حمایتی از دوستان، خانواده و یا متخصصین احاطه کنید تا احساس قدردانی را به شما بدهند. گاهی اوقات استخدام یک مربی که از نحوه انجام کارهای معمولی روزانه گرفته تا واکنش به اتفاقات یا حتی مستقل شدن بعد از تحصیل به شما آموزش‌های لازم را بدهد نیز ایده خوبی است. 9. چیزهای بزرگ بخرید. هرچه تلفن یا جاکلیدی شما بزرگتر باشد، احتمال گم شدن یا فراموش کردن آن در جایی کمتر است. 10. خستگی را با بازی‌ها شکست دهید. سودوکو، شطرنج یا جدول کلمات متقاطع را امتحان کنید تا خود را مشغول نگه دارید. هر چقدر که زندگی با ADHD دشوار باشد، هنوز هم می‌تواند فرصت‌های منحصر به فردی ایجاد کند. برای مثال، شما سرشار از خلاقیت و نوآوری هستید. ایده های شما خارج از این دنیا به نظر می رسند و این دقیقاً همان چیزی است که این سیاره به آن نیاز دارد.